سلام به همه شما بینندگان عزیز و خیلی خوشحالیم که این هفته هم با کامنت در خدمت شما هستیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان و امیدوارم که فرصت همراهی این هفته رو هم با کامنت داشته باشید. خب بابک، آماده یک چالش سخت هستی؟ بسی داره که چالشش چقدر سخت باشه. بریم که داشته باشیم. و اظهار تأسف از اونچه که امروز به خاطر ناتوانی رژیم صهیونیستی نسبت به مردم عزیز غزه دارن از ظلم و ستم روا می‌دارن. آقا چی گفتین؟ من 10 بار گوش کردم اینو، آخرش هم نفهمیدم چی میخواد بگه. نصف دوره ریاست جمهوریش رد شد، هنوز فارسی حرف زدن یاد نگرفته این. میدونم تو خیلی ساده و قضایا برخورد میکنی. همین جمله‌ای که این موجود گفته الان دو طرف جنگ آتش بس موقت دادن ببینن که رمزگشایی کنن این جمله به نفع کدوم یک از طرفین بوده. موقعی که خامنه‌ای می‌خواست این موجود رو از صندوق بکشه بیرون بهش گفتن این که سواد نداره. خامنه‌ای گفت گند زدن به مملکت که سواد نمیخواد. رئیسی نه سواد داره که حرف بزنه نه شعور داره که خفه شه. بابک الان 2 ساله همه سوالشون اینه که این آخوند رئیسی چرا از کلاس 6 بالاتر نمیره. جواب گرفتن؟ آره، الان زنش که دختر علم الهدا باشه جوابشو داده. اینها کسانی که مثل من با دانشجو دانش آموز سر و کار داشتن میدونن که درس خواندن دانشجویان و دانش آموزان منجر به متدین تر شدنشون نمیشه اگر برعکس نشه. یعنی ما برخی از رشته هامون وقتی دانشجو داره وارد دانشگاه میشه چند تا سوره قرآن حفظه، وقتی داره میره نمازش هم یادش میره بخونه. الان فهمیدی چرا از 6 بالاتر نمیره؟ طبق فرضیه این کودن این جمیله علم الهدا که هر کی درس نخونده دین داره، خب یه نگاه به دور و بر خودش بکنه، رئیسی رو ببینه که درس نخونده دینم که هیچی نمیفهمه. تازه اصلا از اینا بگذاریم، یه تنه نابود کرده، یه تنه این فرضیه رو نابود کرده. تازه از این حرفا بگذاریم. دختر علم الهدا چه ربطی داره به بحث درس و دین و این حرفا؟ داستان اون یارو، حکایت اون یارو که رفت بود یه مغازه شمال شهر، گفته بود آقا این خربزه مشهدی‌ها کیلویی چنده؟ بعد یه صاحب مغازه گفته بود اینو بگیرید تا میخوره بزنید بندازید بیرون. بعد گفت برای چی میزنید؟ میگه آقا این توپ راگبی تو بهش میگی خربزه مشهدی. خب بنده خدا ندیده بود تا حالا این جبین علم الهدا هم چه میدونه دین چیه، درس چیه، دانشگاه چیه، یه چیزی پرونده دنبال خربزه مشهدی. خب بابک بریم سراغ قطار سری و سیر پیشرفت. چی شده؟ محصول جدیدی تولید کردن؟ محصول جدید تولید کردن، اونم چه محصولی؟ امام آفریقایی. بله ببین براش بنرم درست کردن، پوسترم درست کردن. امام آفریقایی خوش آمدی. ببین امام مقوایی داشتیم، امام کارتونی که همون مقوایی بازم داشتیم تو مدل‌های مختلف. امام آفریقایی هم اضافه شده. احتمالاً اینطوری که پیش بره امام مریخی و امام فضایی هم داریم. البته از مدل امامای مثل امام خمینی، یعنی امام رذالت پیشگان و جانیان و هر چی آدم دزد و دله. یه جورایی به تولید انبوه رسیدن. دقیقاً در زمینه تولید بله. حالا سوال اینجاست که این فرایند تولید و تکثیرش چجوریه؟ مثلا فرمول خاصی داره؟ هیچ فرمول خاصی نه، خیلی فرایند ساده داره. میری تو نیجریه، هر کشور افریقا، هر کشوری یه آدم الاف پیدا میکنه، میگه اهل کار هستی؟ میگه نه. میگه خب میخوای پول داره؟ میگه آره. میگه امامه رو بزنید، امامه بنداز گردن میشی امام آفریقایی. اونم از خدا خواسته. جفتک میذاره میاد. ولی مهران پیشرفت‌های رژیم فقط تو زمینه تولید امام نیست، اخیراً تو زمینه ورزشی دستاورد خیلی بزرگی داشتن. یک سالن کشتی ساختن که فقط تو عکسشو نگاه کن ببین چه پیشرفت بزرگیه. این الان سالن کشتیه؟ بله. وسطش اون دو تا ستون چی میگن اونجا؟ تو چطور اون دوشک رو ندید؟ 2 تا ستون رو دید. ببین اصلا همین کیفی، اصلا دانش بنیانش واقعا 2 تا ستونه. ببین 2 تا ستون گذاشته، اگه حریفی که خسته شد بره پشت اون ستون قایم شه. حریف قوی دنبال حریفه که حریف از ستون بره بالا. بعضی موقع هم که دوتاشون نفس کم آوردن قایم باشک بازی کنن.
کلا این دو تا ستون میتونه یکیشون هم اون حریف اگه خیلی قدر بگیره ببندتش به ستون. کلا هم این دو تا ستون یه تمثیلی از وضعیت کل نظامه که از این ستون به اون ستون فرجی. تلویزیون خامنه‌ای یا به قول مردم صدا و سیمای الدنگ برای جذب مخاطب بد جوری داره دست و پا میزنه. یکی از آخرین نمونه هاشو با هم ببینیم. شبکه 2 صبحانه ایرانی این دوتا مجری رو که معلومات کمی هم دارن و اصلا رفتار خوبی هم ندارن، این منگولا میمونن، خواهشان عوض کن حالمون رو صبح به هم بزن. خیلی شاید با ما نیستن. کدوم دوتا رو دارید میگید؟ شما یه دوتای دیگه هم دارید. بله چه قش و ریسه ای هم میرن، مثلا فکر کردن با پخش این جمله الان اون ور آزادی بیان فرود اومدن. ببین این تازه قسمت‌های قابل پخش این پیام بوده. اگه می‌خواست قسمت‌های غیر قابل پخششو بذاره که همش میشد بوق. این دوتا مجری رو من میبینم یاد اون داستان اون حکایت میفتم که یکی دعا میکرد خدایا یا پول به من بده یا عقل نده. گفتن چرا عقل نده؟ گفت اگه عقل نداشت که پول نداشتم حداقل شاد باشم. اینا هم از اون دوتا مصداق این حکایتن. نه پول البته دارن عقل ندارن. بقایای ساواک یه تلویزیون دارن که نقش تلویزیون برون مرزی آخوندا رو هم بازی میکنه. مجری این تلویزیون که دست کمی از مجریای تیوی ریش نداره اخیراً یه پیشنهادی رو مطرح کرده که معلوم نیست مخاطبش مردمن یا اینکه مامورای وزارت اطلاعات. ببینیم با تازگی به این نتیجه رسیدیم که ما بریم خودمون رو تحویل بدیم. این نیرویی که تو خیابون هستش بریم بگیم اومدی چیکار تو اومدی منو بگیری، منو مخالف معترض رو بگیری، بیا فردا ببر، من تحویل شما، من فلانی هستم، شماره ملی مینه، ببینم چند نفرمون رو میخوان بگیرن، چند نفرمون رو میخوان ببرن و این ترس از بازداشت رو بریزیم، زنداناشونو پر کنیم. آقا میخوای بگیر من فلانی ام، بیا این دستبند بردار. بله میگه خودتون برین خودتون رو تحویل بدین، زندونا رو پر کنین. بله اول یه جمله معترضه بگم. ببین بین مجری تیوی ریش و مجری این تلویزیون بقای ساواک هیچ فرقی نیست. اون داره دوره تخصص خارج کشور میگذرونه، فقط محل مأموریتشون جابجا شده. اما در مورد این داستانی که گفت این دیگه مرز خشونت پرهیزی هم رد کرده، به مرزهای جدیدی رسیده بهش میگن خشونت پذیری. میگه ببین پاسدارا هر کاری کردن، هر غلطی کردن، شما هیچ کاری نکنید، دستمند بزنید برید خودتون رو تحویل بدید زندونا پرشه. به خاطر همینه که میگن ظاهر بین نباشید، چون ممکنه شما ظاهر بعضیا رو ببینید فکر کنید که شعور ندارن، چند کلمه که صحبت کنن مثل این میفهمید که باطنن هم شعور ندارن. بابا یه سخنگوی دولت رئیسی تو بحبوحه قیام میرفت، سخنگو نه پامنبریش، آره پامنبریش از این دانشگاه میرفت به اون دانشگاه میگفت اومدیم گفتگو کنیم تعامل کنیم. حالا گفتگو این حرفا رو گذاشته کنار، یه کار دیگه کرده. ببین صحنه‌شو. بله طبق همون ضرورالمثل که میگه فکر نان باش که خربزه آب است، اون حرفا و ترهات گذاشته کنار، رفته دنبال همون توصیه‌ای که اون فلاحیان جنایتکار کرده بود دفاع شخصی یاد بگیرید. زده تو کار دفاع شخصی. یه بدبختی هم آوردن بهش گفتن این هر فنی رو تو زد بخور زمین. حالا حواسش نیست که بابا مردم تو رو بگیرن مثل گونی سیب زمینی میخومنت زمین، تو گیره مردم بیفتی. جودو و کلاس همه ورزش‌های رزمی هم که استاد باشی آن بلایی سرت میارن که اسمت یادت بره. خب این شما و این بابک و این کامنت یک جمله‌ای. ببینیم با هم. یه جمله بگم؟ آره تصویر پرمعناییه. بله یکی از معناهاش اینه که شما دارید تو اتوبان موسوم به یادگار امام میرید، این عکس مال باند شمالیه، اون عکس مال باند جنوبی، مسیر اتوبان نشون میده. یه جمله شد دیگه. بینندگان عزیز از این که این هفته هم با کامنت همراه بودید از شما سپاسگزاریم و تا دیدار دیگه خدا نگهدار. پیروز و سرفراز باشید.